5 تا لغت انگلیسی برای غذا و خوراکیات. اولی کوزین یک نوع از غذا مال یک کشور یا یک منطقه ایه. وقتی میخوای به سبک آشپزی اشاره کنی نگو فود، بگو کوزین. مثلا I love Indian cuisine. I don't, but yeah, that's an example. یا میگی Persian cuisine is one of the best in the world. دومی steer یعنی هم زدن، شور دادن غذا در حال پخته شدن. برای چای هم میتونی استفاده بکنی. مثلا stir the soup so it doesn't burn. سومی seasoning میشه چاشنی یا ادویه‌ای که به غذا اضافه میکنی برای تغییر طعمش یا بهتر کردن طعمش. میتونه فلفل باشه، نمک باشه، زعفران باشه یا هر چیز دیگه‌ای که برای طعم غذا استفاده میشه. مثلا اگه غذایی به نظر شما خوشمزه نیست، میگیم this needs more seasoning، یعنی یا نمکش کمه یا فلفلش کمه یا زعفران نیاز داره، یک چیزی که طعمش بهتر کنه. چهارمی simmer. همه شما بویل میدونین یعنی چی؟ بویل یعنی جوش آمدن یا جوشاندن. سیمر میشه روی یک حرارت خیلی کم جوشاندن. مثلا برای پختن برنج میگی let the rice simmer for 20 to 30 minutes. پنجمی delicacy یعنی غذای خاص و لذیذ یک منطقه یا یک نوعی از مردم. مثلا kebab is a Middle Eastern delicacy یا اینکه مثلا sushi is a Japanese delicacy. حالا نوبت شماست. اگه بخوام بگم پیتزا یک غذای لذیذ ایتالیایی چی بگم؟ در کامنت ها بنویس. اگرم میخوای انگلیسی بهتر شه که فالو کن، اگه نمیخوای خداحافظ.